روز سوم رو با پیاده‌روی تو خیابان نفسکی شروع کردیم که زیبایی‌هاش بی‌نظیره. اینم صبحونه هتله. این غذای روسی به اسم پلمنیه، خمیر پر شده با گوشته، خیلی خوشمزه است. اینجا دیگه پیاده‌رویمون رو تو خیابان نفسکی شروع کردیم. علامت 24/7 که بالای رستوران کافه ها نوشته، یعنی 24 ساعته و 7 روز هفته باز هستن. همینطور که قدم می‌زدیم جزئیات مغازه ها رو هم نگاه می‌کردیم. خیلی از حیوان گربه استفاده می‌کردن و خیلی براش احترام خاصی قائل بودن. گربه‌ها بیشتر حالت اشرافی داشتن و فقط تو خونه نگه داشته می‌شدن. اصلا تو خیابون ما گربه نمی‌دیدیم. اینا هم سوغاتیای کشورشون بود و خیلی خوشگل بودن. می‌بینین همه جا از المان گربه استفاده شده و خیلی اشرافی هستن. خاندان‌های اشرافی که در روسیه هستن 3 دستن. رومانوف‌ها مثل پتن کبیر نیکولای دوم، ایوانوف‌ها مثل مردم مسکو و استراگانوف‌ها. اینا خانواده‌های اشرافی هست. این ساختمان صورتی رنگ خوشگل هم پشت سر من برای خاندان اجدادی استراگانوف‌ها هستش. یه ساختمان صورتی می‌بینید که مجسمه‌ها انگار ساختمون رو روی دوش خودشون نگه داشتن. اصلا چهرهشون هم مشخص سنگینی ساختمون. این ساختمون اجدادی خاندان استراگانوف‌ها هست که الان گالریه. هر چند وقت یک بار یه نمایشگاهی چیزی داخل این ساختمون برگزار میشه. پلی که روبرومون قرار گرفته بهش میگن پل آنیچکوف یا پل 4 اسب. 4 طرف اون پل رو اگر از روش رد شدیم نگاه کنید 4 مرحله رام کردن اسب رو نشون میده. سبکش سبک گوتیک هستش. گوتیک در معنی لغوی یعنی مروارید غلطان، یعنی تمام اون برجستگی ها، عضلات مرد، عضلات اسب همه رو کامل مشخص کرده و نمایش داده هنرمندی که این مجسمه ها رو ساخته. الان داریم از روی پل آنیچکوف رد میشیم یا پل 4 اسب که 4 مرحله رام کردن اسب رو نمایش داده. قدیمی ترین شکلات فروشی شهر سن پترزبورگ هستش. کلا توری روسیه به خانه ها و ساختمون ها به فضای بیرونیشون خیلی اهمیت میدادن و از لحاظ ظاهری خیلی خیلی زیبا و باشکوه بودن. این مثلا یه مغازه شکلات فروشیه ولی میبینید چقدر قشنگه. این پیانو هم خیلی جالب بود، خودش تکون میخورد و آهنگ میزد، مثل هری پاتر شده بود. خیلی قشنگ بود این شکلات فروشی، ولی خب یکم شکلاتاش گرونتر از حالت معمول بود.